این داستان امپراتوری است که خود را خدا میپنداشت و چشم طمع به سرزمین‌های زرخیز ایران دوخته بود. در سال 260 میلادی والریان امپراتور روم لژیون‌های آهنینش را روانه شرق کرد تا رویای فتح پارس را محقق کند، بیخبر از آن که شاهنشاه جهانگیر ایران در کمین او نشسته است. او گرفتار قدرت شاپور و لشکریان پارس شد و برای نخستین بار در تاریخ روم یک امپراتور زنده به اسارت سپاه ایران درآمد. واقعی که در کتیبه‌های ساسانی از جمله کعبه زرتشت به عنوان سند افتخار برای همیشه حک گردید. اما سرنوشت والریان مرگ نبود، چرا که مرگ به چشم شاپور بخششی بود که او شایستگیش را نداشت. شاهنشاه ایران درسی می‌خواست که قرنها در گوش تاریخ طنین اندازد. برای همین او امپراتور روم را نکشت، بلکه او را به نماد زنده اقتدار و صلابت ایران بدل ساخت. در دیوارنگاره‌های کهن تصویری از این پیروزی بیمانند و زانو زدن دشمن در برابر شاه ایران دیده می شود. در این دیوارنگاره‌ها شاپور شاهنشاه پیروزمند ایران والریان را به زانو در می آورد تا از پشت او بر اسب خیش سوار شود. شاپور حتی پیشنهاد آزادی او را در مقابل انبوهی از طلا و جواهر نپذیرفت. حماسه شاپور تنها در تحقیر دشمن خلاصه نشد. او از والریان و هزاران اسیر رومی که بسیاری از آنها مهندسان و بنایان برجسته بودند برای ساخت یکی از شگفتی‌های مهندسی جهان بهره برد. ثمره این اسارت سازه‌ای است که هنوز در خوزستان استوار است. بند قیصر شاهکاری است از دانش ساسانی و مهارت رومی که علاوه بر کارکرد مهندسی یادگاری است از بزرگترین شکست تاریخ روم و گواهی زنده بر اقتدار ایران. در برخی منابع گفته شده پس از مرگ پوست والریان را کندند و با کاه پر کردند تا نمادی شود از خشم تاریخی و غرور ملی ایرانیان در برابر آنان که خیال خام تجاوز به خاک مقدس ایران را داشتند. این است پیام همیشگی پارسیان به جهانیان: این خاک تسخیر ناپذیر است، حتی اگر امپراتور باشید.